درود بچه، خوش اومد به این ویدیو. تو این ویدیو قراره با هم دیگه بازی بلاک اسپلوت بازی کنیم. بلاک امارات مال من، این دایمنده مال ابوالفضل. اینا داستانش چیه؟ اینا نمادین الکی. اصلش این پشتی است. این پشتی چیه؟ این پشتیه اینه که دراپر شانسی دراپ میکنه. بچه اینم از توشه. کاپر هست، آیرون هست، طلا هست با ندرایته. کاپر یه دونه است، آهن 2 تاست، طلا 3 تاست، ندرایت هم خب دیگه 4 تاست دیگه. بچه بدبخت این که بلاک ها رو از اینا، یعنی هر کدومش دیگه بلاکه دیگه، مثلا یه کاپر یه دونه بلاکه. با این بلاک ها قراره یه مجسمه درست کنیم. بچه شکل مجسمه فرق میکنه. چرا؟ چون جلوتر که تو بازی بریم، طبق این TNT که از اون بازی بعدی میگیریم باید اینو منفجر کنیم. مان هر کس باید اون یکی رو منفجر کنه. یعنی بسته به شکل اون به چیزی که درست میکنه ممکنه بلاک های بیشتری بعد انفجار زنده کنه. حالا جلوتر میفهمین راجع به چی صحبت میکنم. خب هر نفر 10 تا شانس داره. اول ابوالفضل میزن. باش. دستت هم خالی بود. لیوره رو بزن. خوب میزنم. 10 بار بزن. 10 بار. یکی بار. وای. چرا نمیشه؟ خب 2 بار. لیوره رو باید نگاه بکن. احمد. 4 5 6 7 8 9. خب اینا رو بده من. خب ببین یه دونه طلا گرفتی. طلا 3 تا بود. 3 تا بلاک بهت میدم. 3 تا بلاک چی بچه؟ این بلاک ها برای که به برابر باشه، یعنی هر کدوممون، یعنی یه جوره یر به یر بشه، بلاک کانکریت استفاده کنیم. میزان دمیج هم که توسط TNT وارد میکنه میزان دمیج اوکیه. بچه این بلاک هایی که گرفت، با این بلاک ها باید بری طرف خوده یه مجسمه بسازی. مجسمه بلاک ها بهت بگم، اما مجسمه که میسازی باید بلاکاش به هم متصل باشه. بعد دیگه آره میتونی نوع استفاده کنی وقتی TNT ترکی، مثلا هر تعداد TNT نترکی، مجسمه کامل نابود نشین. ولی مجسمات هر کدوم این بلاک ها باید به هم متصل باشه. قانونش این. بچه دقت کنید، بلاک بذاره دیگه نمیتونی بکنی. تو سوروایوال پیککس هم نداره کنه. بودش اینه بذاری دیگه نمیتونی بکنی. دقت کن. با همین 8 تاش دیگه بس. یه 8 تا. بچه دقت کنید رنگ مثلا این سفیده مال آیرونه بود. مثلا اون سیاهی که گرفت مال چیزش بود، مال چی اسمش بود، مال ندرایتش بود. نارنجی مال کافرش بود. طبق اینا هست. گوگیزه گرفت. بچه همون بریم کات میخوره تا ببینیم میسازه یا نه. کریتیو شد. خب یه از چیزی شد که من ساختم. خب معلوم چیه. چیه؟ چیه؟ خب سب نمارم. من مجسمه تازه نساختم. خب لازم نیست جواب. این پای یک اومد. نه. نه خب از نماشون. 1 با 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خب خب باشه اینجا ها باید بیلمون میشیم. 12 تا از اینا داریم. 8 تا از اینا. 2 تا از اینا. 3 تا اینا. حالا میخوایم بسیم. ما یه بلاک میریم بالا. ریدم.
اینجوری درست میکنی، اینجوری یه چیز درست کنم که نتونی بهتره کنی. مال من میترکه. حالا تا هم باید میدونم بهتره که اگر دقت کنی قوانین بازی هم رعایت کنم. همه بلیکا هم بستیم. آره بشنست. شد بیلدم. فقط چیزی که از من نظر بیرون. خب حالا گوش بده. خب. حالا اینجا باز جالب میشه. هر تعداد خب. ببین نگاه کن. بیا بچه ها نشون بده. یه دونه TNT میتونی بذاری. خب. حالا آهن 2 تا TNT میتونی بذاری. خب. بعد طلا 3 تا TNT میتونی بزنی. ندرایت هم 4 تا TNT. هر آدم هم یه بار فقط میتونه بزنه. یعنی رو برو یه هم دونه دیگه بزن ببین چی در میاد. بزن روی این. ها بزن رو لوله بیاد بیرون. خب. آهن دارم. آهن 2 تا TNT بزن. TNT بده با یه فندک. تو دادم هم 2 بهت. تا TNT بود. دو بده TNT رو TNT. TNT. 2 تا باید بدی. باش. بیا دوت. واسه خودم هم. آقا میریم سراغ اول بیدتون برادن. خب باید بازی سروایوال کنی. نمیتونی یا مثلا کلیت کنی بری بالای این TNT بزنی. باید سروایوال بزنی. بیا. خب ببین نگاه کن. من خواهی TNT بزنم اول اینجا. یعنی میتره که برو 1 2 3 برو. دور شو. خب ببین نگاه کن. من با یه جوری بذارم که همه بیدتون نابود شه. شو. اگه یکی بمونه چی میشه؟ من میبازم. برو بهتره همش بهتره که وای باختی. ای توف تو روحه. دوتاشون. به اندازه این دوتا توی ویدیو بعدی قرار مجازات بشه. بیلد ما نکشیم. آقا اینه ها دیگه کوره. خوبه. خب میخواد این بازیکن با TNT بعید میدونم نابودش کن. مجازات در کمینه. یکیشو می‌زنه. تو اول رو یه دونه بذار یاریم. برو ریدم دهنی. نمیتونی خب یکی دیگه شرط هم. میبندم نمیتونی. باید یه جوری باشه همش بهتره که باید نیر باشه. باخت قبول کن. یکی توف تو روحه. خب بچه این مجازاتش چجوریه؟ مجازاتش اینه که توی ویدیوهای بعدی یا مثلا من یا مثلا یادش رفته دیگه من یا مثلا میگم این مثلا مجازات همین مثلا وسط این مثلا این ویدیو داره رکورد میکنه چه میدونم یه سطح لاوا باید بریزی رو خوده یا مثلا بپری تو لاوا مثلا اینجوری یهو بهش میگم این میشه مجازات ویدیوهای بعدی. پس ویدیوهای بعدی رو حتما دنبال کن. من که یه دونه که این ویدیو رو تا اینجا دیدی یا یادتون نره که تا درو دیدی یا بکشم که بدرود.